خبرگزاری تاجینفو با تکیه به منبعش خبر داد که میرزایف سعیدرسرور دولتویچ رهبر جمعیت توجیکان سمر به نام پیوند و عضو شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روسیه بازداشت شده است و چند روز باز در بازداشتگاه موقتی شهر تالیاتی قرار دارد. سعیدرسرور میرزایف معروف با لقب گانس از تاجیک‌های پرنفوذ در سمر به شمار می رفت و بنا به اطلاع تاجینفو یکی از بزرگترین بازارهای شهر سمر را اداره می کرد. تاجینفو روز 27 دکبر با تکیه به منبعش خبر داد که دادگاه شهر سمر هنوز روز 23 دکبر شهروندی روسی سعیدرسرور میرزایف را بیکار و حکم حبس پیشکی او را صادر کرده است. اما این خبرگزاری از اینکه رهبر جمعیت تاجیکان سمر با کدام جرم و بر اساس کدام بند قانون بازداشت شده است اظهار بیخبری می کند. منبع تاجینفو تنها گفته است که دادگاه حکم اجباراً اخراج نمودن میرزایف را برآورده است ولی حمایتگر او به این قرار اعتراض کرده است. سعیدرسرور میرزایف رئیس سازمان پیوند و شرکت به نام رنکاتسو عضو شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روسیه نیز بود که اساساً رهبران دیاسپوراهای تاجیکان در منطقه‌های گوناگون روسیه را در بر می‌گیرد. سفارت تا کنون قضیه بازداشت رهبر جمعیت تاجیکان سمر را شرح نداده است. این نخستین بار نیست که رهبران جمعیت‌های تاجیکان در منطقه‌های روسیه دچار مشکلات حقوقی می‌شوند. سال 2017 مقامات روسیه شهروندی روسی کرامت شریپوف یکی از حامیان شناخته حقوق مهاجران تاجیک در روسیه را بیکار و خود او را با هواپیمای مسکو کولوب اخراج کردند. کرامت شریپوف بعد بیش از 2 سال تلاش بی‌نتیجه بازگشت به روسیه ماه مای سال جاری در سن 57 وفات کرد. سال 2013 سیفالدین اودینایف رهبر جمعیت تاجیکان پرم 11 ماه را پشت پنجره به سر برد. بنا به اطلاع تاجینفو در حال حاضر رهبر جمعیت تاجیکان ولایت ولادیمیر نیز در بازداشت قرار دارد.